ریاض الصالحین از امام نووی رحمه الله. این کتاب بسیار زیاد معتبر و مفید حدیث است که امام نووی رحمه الله این در بسیار جوانی خود نوشته. در سن بسیار کم خود در کتاب از الاذکار و الصالحین نوشته بود. امام نووی رحمه الله مؤلفات زیاد دارد. در سن کم از دنیا رفته ولی کتابهایش بسیار زیاد است. مهمترین کتابش همین کتاب است و در شرح امام مسلم کتابش خیلی کتاب مهم است و کتابهای زیادی در فقه و اصول فقه و عقاید نوشته. به سختی درس میخوان، از روشنایی مهتاب میگه به درس خواندن استفاده میکردم. وقتی که مهتاب شب 14 و مهتاب مکمل میبود در بام بالا میشدم با استفاده از روشنایی از اون درس میخواندم. وقتی میهمان میداشتم با کمک میهمان برای خود ورق و قلم و رنگ تهیه میکردم. وقتی به خاطر از یک استاد به دیگه استاد انتقال میکردم، از یک جای به دیگه جای، وقتا صرف نبوده، یک درس در اینجا میخواندم، یک درس در قریه دیگه. به این شکل مسیر را میگه از این استاد تا او استاد میدویدم و در جریان دویدن قرآن شریف حفظ میکردم. به این شکل الله جل جلاله بسیار زیاد برکت زیاد علمی رو نصیبش کرده و در همه خانه ها کتابهایش به هر زبان پیدا میشه. بیشترین کتابی که به زبانهای مختلف ترجمه شده بعد از قرآن کریم و بعد از کتاب مقدس مسیحی ها ریاض الصالحین است که به همه زبان ها تقریبا ترجمه شده. امام نووی در یک باب نوشته، باب فی بیان کثرت طرق الخیر. این باب درباره ای است که راه های خیر خیلی زیاد است، یعنی انسان بسیار میتونه اعمال خیر انجام بده و ثواب بگیره. به اینجا حدیث زیادی را نقل کرده، چند تاش من خدمت شما قرائت میکنم. در این ماه مبارک رمضان خصلت خیر را که ما شما انجام میدیم او را الله جل جلاله به اندازه یک فرض ثواب میده. در حدیث پنجمی باب میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از ابوذر ازش روایت میکرده که گفته لا تحقرن من المعروف شیئا. هیچ کار خوبه کم فکر نکن، هیچ کار خوبه کم فکر نکن. هر کار خوبه اجرش از الله جل جلاله امید داشته باش و بفهم که ثواب زیاد داره. ولو ان تلقا اخاک بوجه طلیق، ولو به اندازه اینمی که با یک برادر مسلمانت که چهره خندان روبرو میشه، که یک مسلمان روبرو میشه طرفش خنده میکنی، اینمی هم یکی از کارهای خیر و مفید است. هذا حدیثش میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله علیه و سلم كل سلامة من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع عليه فيه الشمس. سر هر بند انسان صدقه است، هر روز که آفتاب بیرون میشه سر هر بند انسان صدقه میگرده. انسان بندهایی که داره قاط میشه این رقم، این بندها 360 بند در وجود انسان است که قاط میشه، گردن آدم، ثانی آدم، حرکات انسان آسان میشه کردش. هر کدامش که راست بپاید خیلی مشکل آدم مواجه میشه. اگر میتونی پنجه مبانا دنان خوردن مشکل داریم، گرفتن مشکل داریم. به خاطر از اینکه شکر از اینمی که پای ما قاط میشه، گردن ما قاط میشه، دست ما قاط میشه، بندای ما حرکت میکنن، شکر لازم است هر روز که آفتاب طلوع میکنه و این 360 شکر سر ما لازم میشه. میگه که تعدل بین الاثنین صدقه. دو نفر در بینشان مشکلات است و ایشان فیصله میکنی، باز عدالت میکنی، صدقه برتضاب میشه. و تعین الرجل فی دابته فتحمله علیها او ترفع له علیها متاعه صدقه.
یکی را در رابطه با موترش در مرکبش کمک میکنی که او را کتشبار میکنی یا وسایل سر از دابه کتشبار میکنی. والکلمة الطیبه یا گپ خوب کد کسی میزنی صدقه. و بكل خطوة تمشیها الى الصلاة صدقه. هر قدمی که طرف نماز میمانی هر قدمت صدقه است. و تمید العدى عن الطریق صدقه. و اگر از راه یک چیز مضر دور بکنی این صدقه است. و دیگه حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که پیامبر گفتن انه خلق كل انسان من بني آدم على 60 و 300 مفصل. هر انسان با 365 مفصل آفریده شده، 360 مفصل آفریده شده. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله، هر کسی که الله اکبر بگوید، الحمدلله بگوید، لا اله الا الله بگوید، سبحان الله، استغفر الله، این کلمات که بگوید و عزل حجرا عن طریق الناس، یا سنگی را از راه مردم دور میکنه، او شوکتا یا خار را، او عزما یا استخوانی را، او امر بالمعروف او نهی عن المنکر، یا یک گپ خوب به کسی یاد میده، کسی را کار خراب نمیمانه که بکنه. عدد 60 و 300 كل هذه الكرات 360 تا شود. فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه من النار. این امروز که بیگاه میشه این در قدی صدقی بدن خود داده و خود از دوزخ آزاد کرده. و همچنان میفرماید که یا نساء المسلمات، ای زنهای مسلمان، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. این زن بر زن همسایه خود ایره کم حساب نکنه که یک چیزی از خوراکی برش بفرسته، ولو فرس نشا، ولو یک ملنگ بجل پای گوسفند. و همچنان میفرماید که بینما رجل یمشی به طریق اشتد علیه العطش، میگه یک نفر در راه میرفت بسیار زیاد تشنگی سرش فشار آورد. فوجد بیرا، چاره یافت، فنزل فیها فشرب، ده چا تا شد او خورد، دولچه و گپا نداشت، تا شد آب خورد. ثم خرج فاذا کلب یلحظ، که برآمد دید که یک سگ سمت و زبانک میزنه. یاکل الثرى من العطش، میگه همی ریگای نمداره که تو زبان خود میمکه از زیاد شدت تشنگی. و قال الرجل، میگه این نفر که خود گفت لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغني، این سگ اونمو طور تشنه شده که ما تشنه شدیم. فنزل البیر فملأ خفه ماء، دوباره در چاتا شد و بوت خود او پر کرد. ثم امسکه بفیه، بعد از بوت خود با دهن خود محکم گرفت، چرا که دست خود بالا میشد. حتی رقیه فسق الکلب، تا که بالا آمد و او را پیش روی سگ ماند و سگ نوشید. فشکر الله له فغفر له، الله جل جلاله این عملش پسندید و گناهایش به خاطر همین کارش بخشید. همچنان میفرماید که لقد رأیت، ما در خواب دیدم رجلا، یک آدمی را یتقلب فی الجنه، که در جنت چکر میزد. به چی خاطر؟ فی شجرة قطعها من زهر الطریق، به خاطر اینکه یک درخت قطع کرده بود از راه مردم، شاخی که مردم کانت تؤذی المسلمین، که مسلمان را آزار میداد، اما شاخ درخت قطع کرد که باش مردم از ضررش خلاص شد. و همچنان میگه که یک نفر دیگه در راه میرفت، فاجد غصن شوک علی الطریق، یک شاخ خار دید که در راه افتیده، فاخره او را از راه دور کرد که مردم اذیت نشه. فشکر الله له فغفر له، الله این را پسندید و او را بیامرزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا، آیا چیزهایی که گناه ها را محو میکنه و یرفع به درجات و درجات بلند میسازه بر شما نبیم؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفت بله یا رسول الله بر ما بگو. قال اسباغ الوضوء علی المکاره، خوب وضو کردن در وقتی که یک کمی مشکل باشد، یعنی یا خنک باشد یا آب کم باشد، ولی تو وضو خوبش کنیم. و کثرت الخطا الی المساجد، و بسیار زیاد قدم ماندن به طرف مسجد، یعنی من از فاصله دور مسجد بودم.
و انتظار ساعت بعد الصلاه و یک نماز خواندن و در جای خود نشستن و انتظار دیگه نماز کشیدن. فذلکم الرباط، این از جمله رباط حساب میشه. اون رباطی که در سنگر مجاهدین پیرا میکنن، گزو میکنن، به اندازه از او رباط اجر دارد. عبی بن کعب رضی الله عنه میگه که کان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه. میگه از بین اصحاب یک صحابی بود که از مسجد از همه که در خانهش دور بود و کان لا تخطئه الصلاه، ولی یک نماز از پیشش تیر نمیشد. فقیل له، برش گفتن، یا یک راوی میگه او قلت له، میگه من برش گفتم لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء و فی الرمضاء، یک دانه خر بخر در وقتایی که تاریکی است و در وقتایی که ریگ بیابان بسیار سوزان است، گرمی است، دو سوار شده بیا. فقال، میگه بر من گفت ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، میگه من میره خوش ندارم که خانم در دیوال مسجد چسبیدگی باشه. انی اريد ان یکتب لی ممشای الی المسجد، من خوش دارم که نمی قدم زدم به طرف مسجد برم الله جل اجر نوشته کنه و رجوعی و برگشت من الی اهلی به طرف خانمم الله اجر نوشته کنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم قد جمع الله لك ذلك كله، میگه الله همه این چیزا را بر تو داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان، میگه مردم هیچ کدامی از شما نیست مگری که با پروردگار خود روبروی میشه و امرای از او گپ میزنه و در بین هر دویتان یک ترجمانی هم نمی باشه، تو الله استی و حتی ترجمان هم نباشه که ترجمانی کنه. فینظر ایمن منه فلا یرى الا ما قدم، طرف راست خودم که میبینه این مرد فقط چیزهایی را میبینه که پیش فرستاده. و ینظر اشأم منه فلا یرى الا ما قدم، طرف چپ خود میبینه فقط اعمال کردگی خود که در گذشته کرده او را میبینه. و ینظر بین یدیه فلا یرى الا النار تلقاء وجهه، و پیش روی خود میبینه که دوزخ در پیش روی است. فاتقوا النار ولو بشق تمره، شما از این دوزخ خدا نجات بتین ولو با نیم خرما، یعنی با صدقه دادن. صدقه وقایه در مقابل دوزخ است. میگه ولو نیم خرما صدقه بتین که شما خدا دوزخ خلاص کنین. یا اینکه فمن لم یجد، کسی که نیم خرما هم دادن نمیدانه، فبکلمة طیبه، لااقل با گفتن گپ خوب، با گپ خوب خدا از دوزخ خلاص بکنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.